اسماعیلت را قربانی کنی. بیدرنگ قربانی کن. اسماعیل تو کیست؟ چیست؟ مقامت، آبرویت، موقعیتت، شغلت، پولت، خانه‌ات، باغت، اتومبیلت، خانواده‌ات، علمت، درجه‌ات، هنرت، جوانیت، زیباییت، من چه میدانم؟ این را تو خود میدانی. تو خود آن را باید قربانی کنی. من فقط میتوانم نشانی‌هایش را به تو بدهم. آنچه تو را در راه ایمان ضعیف می‌کند، آنچه تو را در رفتن به ماندن می‌خواند، آنچه تو را در راه مسئولیت به تردید می‌افکند، آنچه تو را به خود بسته و نگه داشته است، آنچه دلبستگیش نمی‌گذارد تا پیام را بشنوی، تا حقیقت را اعتراف کنی، آنچه تو را به فرار می‌خواند، آنچه تو را به توجیه و تعویل‌های مصلحت جویانه می‌کشاند و عشق به او کور و کرت می‌کند، آنچه که تو را که ابراهیمی هستی و ضعف اسماعیلی داری بازیچه ابلیس می‌کند، آنچه که در قله بلند شرف و فخر و فضیلتت برای به دست آوردنش از بلندی فرود میایی و برای از دست ندادنش همه دستاوردهای ابراهیم وارت را از دست میدهی، او اسماعیل توست. اسماعیل تو ممکن است یک شخص باشد، یا یک شی، یا یک حالت، یک وضع و حتی یک نقطه ضعف. اما اسماعیل ابراهیم پسرش بود. اسماعیل تو شاید خودت باشی، شاید خانواده‌ات باشد، یا شغلت، ثروتت، حیثیتت، چه میدانم. اما برای ابراهیم پسرش بود. آن هم چنان پسری برای چنان پدری.